به قول امام صادق گفت به حضرت گفتم که چی شد کربلا؟ این طواغیت با حسین شما چه کردن؟ چی شد که یک آدم حثاله پست پلید نجس رجس مثل یزید شرابخوار بیاد حسین ابن علی جد شما رو اینطور بین دو نهر آب روز روشن جلو مردم سر ببرن؟ گفت به حضرت صادق گفتم چی شد آقا؟ گفتن الامر اهون علی جدی من خرزه یقطعها. دیدی تسبیح رو؟ اگه بخوای این تسبیح رو بکنی چه قباحت. میگه بر جدم حسین پیچوندن این معادله خیلی آسان، خیلی مثل این تسبیح که بکنی تمام آرایش بنی امیه از هم پاشیده میشد. از جمله همین کاری که آقا میکنن دیگه. عمرو بن سعید رو آقا میکشت در مکه، نکشت تا حرمت مکه حفظ بشه، اما امام زمان میکشن والی مکه. بعد گفتن امام صادق، من این جمله رو میخوام دقت کنم، و کیف ذاک، و کیف ذاک، چگونه حسین این کار رو بکنه؟ این کار راحت و انجام بده. و کیف ذاک اذ یکون ما لا یرید الله، خدا نخواست